مرکز مطبوعات ملی شهر دوشنبه خبر داد که با قرار دادگاه تاجدین رستموف ساکن 32 ساله دیگه لنگر نویه مومن آباد با جرم میده افباشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی به 10 روز حبس مأموری محکوم شده است. تاجدین رستموف در آن گناهکار دانسته شد که شب 27 میلیون در مرکز دلخوشی زیبای مهر در کوچه بوربد پایتخت برای آنکه بیش از 700 سومانی پول خوراک و مشروبات استعمال کردهش را پرداخت نکرده خود را مفتش ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه معرفی کرده با صاحب این مرکز دلخوشی مناقشه کرده است. اخیرا در اینترنت ویدیو نشر شد که در آن یک جوان در یک قطار شبکه‌های اجتماعی نواری را نشر گردید که به گفته مؤلفش یک جوان در یکی از طربخانه‌های پایتخت استراحت و انواع گوناگون خوراک و مشروبات استعمال میکند، ولی وقتی حساب و کتاب خود را مفتش ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه معرفی نموده از پرداخت پول خوراک و مشروبات استعمال کردهش در حجم زیادتر از 700 سومانی سرکشی میکند و ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده از داخل طربخانه غیب زده است. این ویدیو در بین کاربران واکنش‌های زیاد منفی به وجود آورد و شهروندان از این گونه عملکرد مفتش ریاست وزارت کارهای داخله اظهار شدید نگرانی کرده خواستار تحقیق قضیه از جانب رهبریت مقامات ملی شهر دوشنبه شدند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه میگوید در رفت تفتیش شخصیت جوان در نوار انعکاس یافته معین و او دستگیر گردید و معلوم شد که نامبرده در اصل مفتش نبوده قلاب بیش نیست. معین گردید که نامبرده شهروند رستموف تاجدین بازارویچ سال تولدش 1989 ساکن دیهه لنگر نویه مومن آباد ولایت ختلان عائله‌دار صاحب 2 فرزند می باشد. ضمن پرسش نامبرده تصدیق نمود که سحنه 27 ایون سال جاری تقریبا ساعت 22:30 به مرکز دلخوشی زیبای مهر واقع در کوچه بوربد شهر دوشنبه رفته بر زمین نپرداختن مبلغ خوراک و مشروبات استعمال کردهش با صاحب ملک مرکز دلخوشی مناقشه و ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است. با نظرداشت حالت‌های مذکور نسبت دستگیر شده رستموف تاجدین طبق طلبات ماده 460 میده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده مأموری ترتیب داده شده نسبتش با قرار سود جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. گفته می شود در گزارش ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه به گفته مقامات عین حال جهت معین نمودن دیگر حالت‌ها از جانب نامبرده صادر گردیدن کردارهای غیر قانونی چاره‌بینی‌های فوری جریان دارد.